According to mine. We the people. ما مردم ایالات متحده به منظور تشکیل اتحادیه کاملتر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم. اصل اول، بخش 1، کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان واگذار می‌گردد. بخش 2، 1. مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالت‌های مختلف هر 2 سال یک بار آنان را انتخاب می‌کنند و رای دهندگان در هر ایالت باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی که مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد برخوردار باشند. 2. هیچ کس تا زمانی که به سن 25 سالگی نرسد و 7 سال تبع ایالات متحده نباشد و در زمان انتقام مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می‌گردد نباشد، نمی‌تواند نماینده مجلس شود. 3. تعداد نمایندگان و میزان مالیات‌های مستقیم ایالت‌هایی که به اتحادیه ملحق می‌شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می‌شود. تعداد جمعیت با افزودن 3/5 سایر افراد به کل افراد آزاد معین می‌شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوستان معاف از مالیات را در بر نمی‌گیرند. ایالت نیو همشیر 3 نماینده، ماساچوست 8 نماینده، رود آیلند و تقابل 1 نماینده، کانتیکت 5 نماینده، نیویورک 6 نماینده، نیوجرسی 4 نماینده، پنسیلوانیا 8 نماینده، دلاویر 1 نماینده، ویرجینیا 10 نماینده، کارولینای شمالی 5 نماینده